سلام، من محمد حسین حسینی هستم از مجموعه سایت تاپ بروکر ایران. توی این ویدیو میخوام راهنماییتون بکنم که چطور بتونید به بروکر کوتکس وارد بشید. خب سایت کوتکس هم مثل خیلی از باینری آپشن ها و بروکرهای دیگه متاسفانه توی ایران فیلتر شده به خاطر عدم شفافیت های مالی که این بازار به هر حال برای کشور داره. این سایت ها فیلتر شدن، ولی این فیلتر شدن هیچ چیزی از اعتبار بروکرها کم نمیکنه و شما میتونید از طریق حالا آموزشایی که توی این ویدیو بهتون میدم به راحتی توی این بروکر حساب خودتون رو افتتاح بکنید و از این بروکر استفاده بکنید. شما برای اینکه توی این بروکر بتونید حسابتون رو افتتاح کنید میتونید از طریق این لینک اقدام کنید و اگر سوالی داشتین میتونید از طریق لینک هایی که اینجا قرار گرفته با پشتیبانی در ارتباط باشید و سوالتون رو بپرسید. خب سایت کوتکس اینجا لینکش قرار گرفته که شما میتونید واردش بشین، ولی اگر بخواید بدون فیلتر شکن وارد این سایت بشید 3 تا دامنه هست که این دامنه ها هر 3 تاش به یک سایت ختم میشه و شما میتونید بدون فیلتر شکن از این دامنه ها استفاده بکنید و وارد سایت بشید و از امکانات این سایت بهره مند بشید. البته این لینکی هم که اینجا براتون قرار دادیم این لینک هم بدون فیلتر شکن برای کاربران ایرانی شما رو وارد بروکر کوتکس میکنه. من الان فیلتر شکنم خاموشه. داخل بروکر کوتکس میتونم راحت واریزم رو انجام بدم، به بخش پشتیبانی برم و یا توی بخش تجارت میبینید که قیمت داره تغییر میکنه و راحت میتونم ازش استفاده بکنم. اگر شما برای وارد شدن به سایت کوتکس مشکلی براتون ایجاد شده یا فیلتره و نمیتونید واردش بشید یا حتی از دامنه هایی که فیلتر نیستن دارید استفاده میکنید اما موفق به ورود به بروکر کوتکس نشدین، میتونید از طریق لینک هایی که اینجا براتون قرار دادیم با پشتیبانی ما در ارتباط باشید تا ما بتونیم بهترین راهنمایی به شما انجام بدیم و مشکلتون رو حل بکنیم. اگر سوال و یا پیشنهادی دارین توی اینجا با ما در ارتباط باشید، برامون بنویسید، ارسال بکنید و یا از طریق پشتیبانی آنلاین پیامتون رو به ما برسونید.